دخترچم گفت که دادا معلم ها چوبچه دستشونه خلاصه یک همسینفم که کار کرد و چوبچه دستشونه به همسینفم غروندن و وای چوبچه آمده چشمش به زد و روی وای که جراحت گرفت و همزمان گفت که معلم وای بودن، معلم کاری خطا کردن، نباید معلم این خیل میکردن. گفت و ما این صحبت ما تا آخر نرسید چون یک حادثه دیگر شد و وای رفت و این صحبت در همون جا ماند. اما در ذهن من همین موضوع بررسی شد که مثلا این اولین حادثه نیست که من درباره همین چه خیل حاضر بچه ها دیگر خیل شدن و معلم ها ناراضی هستند که بچه ها بسیار بدند، بگپ گوش نمی کنند، درس نمی خوانند، هیچی نمی خواهند و حتی معلم های احترام نمی کنند. در این باره زیاد چیزا شنیدم و در این باره فکر کردم برای چی این خیل شد، چه خیل شد که این خیل شد و چرا. و در این یک چند روز است که اطراف همین موضوع فکر میکنم که ما در کجا خطا کردیم، برای چی این خیل شد و اکنون چی کار کنیم.